این ویدیویی که الان دارم ضبطش میکنم و میخواستم قبل از سال تحویل ضبطش کنم، قبل از اینکه سال جدید شروع بشه، ولی این نشد. ولی الانم دین نشده و فکر میکنم که هنوز چون اول ساله میتونه به درد بخور باشه. پس شروع کنیم. سلام، من مریمم. خوش اومدین به کانال یوتیوب من. این ویدیویی که میخوام ضبطش کنم راجع به برنامه‌ریزی هستش. با اینکه الان حدود 2 هفته گذشته و شاید خیلی ها برنامه‌ریزی کرده باشن، ولی فکر نمی‌کنم که خیلی دیر شده باشه واسه اینکه بخوام ویدیو رو بگیرم، چون که خیلی از دوستان بهم گفتن که حتما این ویدیو رو بگیر، ویدیو باحالی میشه، چون من خیلی برنامه‌ریزی میکنم. الان من با دوستام بیرونم ولی اونا دارن بازی میکنن و من ترجیح دادم که بیام این ویدیو رو ضبط کنم، چون دیگه فکر نکنم وقت خالی پیدا کنم و خوراکی مورد علاقه. توی این ویدیو من میخوام راجع به برنامه‌ریزی صحبت کنم، ولی نه اینکه چرا باید برنامه‌ریزی کرد اینا، چون که مسلما همه میدونن که چرا باید برنامه‌ریزی کرد. حالا من اصلا به دلایل اینکه چرا باید برنامه‌ریزی کنیم کاری ندارم و فقط میخوام روشی که خودم استفاده میکنم و بگم، چون که از نظر اطرافیانم من خیلی با جزئیات و دیتیل و عجیب برنامه‌ریزی میکنم و فکر کردم که این شاید خیلی جالب باشه که بیام اینجا هم بگم. من برای برنامه‌ریزی از پلنر استفاده میکنم و این پلنرهایی که آماده هستن، من خودم اونا رو طراحی میکنم، درست میکنم و این کار خیلی برای من لذت بخشه. البته امسال من خیلی پلنرهای خوبی دیدم توی بازار که تقریبا چیزایی که من میخواستم و داشتش، ولی یک سری چیزاش به نظر من اضافی بود و یک سری چیزای دیگه که میخواستم و نداشت. پس تصمیم گرفتم که همون روش خودم رو ادامه بدم و خودم پلنرم رو درست کنم. برای پلنر از هر دفتری میتونیم استفاده کنیم، ولی خب معمولا از دفتر نقطه‌ای استفاده میکنم. من این دفتر خیلی معمولی نقطه‌ای اینجوری استفاده میکنم و خودم همه حالا چیزایی که میخوام رو میکشم. قبل از اینکه بخوام حالا جزئیات دفترمو نشون بدم، یک کانال بهتون معرفی کنم، کانال نیلوکس. حالا براتون لینک کانالشو میذارم. من نیلوکس یا همون نیلوفر رو شاید حدود نمیدونم 5-6 ساله که میشناسمش. یک فشن بلاگر بسیار خلاق، ولی در کنار فشن بلاگر بودنش راجع به برنامه‌ریزی خیلی صحبت میکنه. توی کانال یوتیوبش اگر برین خیلی کامل توضیح داده که چرا باید برنامه‌ریزی کنین و از روشی که خوشم استفاده میکنه توضیح داده. چاستیشش هم کم بوده. بهتون واقعا پیشنهاد میکنم که حتما کانال یوتیوبش رو ببینید و از روش‌ها و متدایی که گفته حتما استفاده کنید، چون که من خیلی کامله و هیچ جای سوالی نداره. من برای برنامه‌ریزی یه برگاچار برمیدارم و هر چیزی که میخوام و توش مینویسم. یعنی اصلا کاری ندارم که این الان راجع به سلامته، راجع به کارم، راجع به هر چیزی که باشه من مینویسمش. مثلا من میخوام تو سال جدید این کار شروع کنم، میخوام اینقدر درآمد داشته باشم، میخوام این کلاس رو برم، این مسافرت رو برم، میخوام این کتاب رو حتی بخونم، میخوام این ورزش ها رو انجام بدم. یعنی هر چیزی که تو ذهنم بیاد، هر چیزی که حتی بخوام. مثلا من فلان لباس رو میخوام، فلان وسیله رو من میخوام که تو سال جدید داشته باشم، همه رو مینویسم. حالا خود رو خیلی دیگه جزئیات نکنین، خیلی کلی بنویسین که چی میخوای، بعد حالا کم کم دستتون میادش. چون مثلا من خیلی شنیدم که میگن خیلی با دیتیل بنویسید، بعضی وقتا این دیتیل اذیتت میکنه. مثلا خود من بعضی وقتا خیلی اذیت میکنه، ولی امروز تصمیم گرفتم که خیلی وارد جزئیاتش نشم و فقط بنویسم که چیا میخوام. اون میشه پلن کلی من برای سال جدیدم. یکی از موردهایی که من مینویسم راجبش بیزینس، یعنی چی؟ یعنی که من تو سال جدید اگر سر کار میرم، مثلا میخوام که یه ربع زودتر برم هر روز که واسه من اضافه کار محسوب بشه، یا مثلا میخوام این کار رو شروع کنم
یا اگر الان یک بیزینسی دارم میخوام اینجاها برسم، اینا رو مینویسم. حالا من یه چیزی بگم، من واسه هر کدوم از کارهایی که دارم یه دفتر جدا دارم که توی اون خیلی با دیتیل براشون برنامه‌ریزی میکنم. به طور مثال من عسل میفروشم، میخوام که تو سال جدید به این درآمد برسم، ماهی مثلا این کیلو عسل بفروشم، میخوام اگر خورده فروشی میکنم عمده فروشی هم اضافه کنم بهش و اینجور چیزا. یا حتی مثلا میتونید بنویسید که میخوام لوگومو تغییر بدم، میخوام پکیجینگمو تغییر بدم، همه اینا رو میتونید بنویسید. حالا یک مثال بود برای عسل، شما برای هر چیزی که بخواید میتونید این کار رو انجام بدید، بستگی به اون فیلدی که شما دارین توش کار میکنید داره. من توی این دفتر فقط میام کلیات رو می‌نویسم. به طور مثال من الان براتون همین حالا عسل، چون من حالا واقعا عسلم میفروشم، یعنی این یک بیزینس خانوادگیه. مثلا نوشتم که برای عسل هدفم اینه که من که امسال خورده فروشی داشتم تو سال جدید عمده فروشی هم داشته باشم. حالا پلنی که برای عمده فروشی دارم رو نمیام تو این دفتر بنویسم، میرم تو دفتری که مخصوص برای خود عسل هست، اونجا پلنش رو خیلی با جزئیات مینویسم. این شو راجع به بیزینس که مثلا میخوای چه کارایی انجام بدی، بعد حالا تو این بیزینس شما به درآمدم میرسید که من میخوام ماهیانه مثلا الان این تومن درآمد دارم، میخوام سال جدید این تومن درآمدم بیشتر بشه. حالا نمیشه شما مثلا الان هیچی درآمد نداری یهو بزنید که از فروردین من مثلا میخوام 10 تومن حداقل 10 تومن درآمد داشته باشم، اصلا غیر ممکنه. یک جوری باید برنامه‌ریزی کنین که منطقی به نظر بیاد. مثلا شما الان هیچ درآمدی ندارید، اوکی من میخوام 3 ماه اول کارآموزی برم، سر کار برم، بیزنسمو میخوام شروع کنم یا هر چیزی، من مثلا 3 ماه اول که مثلا درآمد ندارم، از تیر ماه میخوام اینقدر درآمد داشته باشم، مثلا میخوام 3 تومن درآمد داشته باشم، 5 تومن درآمد داشته باشم، حداقل چیزی که بتونید بهش برسید، اذیت نشین بابتش. حالا اینا من بهتون گفتم اینا مثلا برای کل سالمه. خب حالا باز من وارد جزئیات میشم که مثلا تو اون دفترها اونجا چجوری من برنامه‌ریزی میکنم و اینو داشته باشین. مثلا من اینجا می‌نویسم که اوکی من میخوام این کارو بکنم. این راجع به بیزینس بود. حالا من دفتر رو بهتون نشون بدم که چجوری مثلا من اینو طراحیش میکنم، بعد همینطوری صفحه به صفحه با هم جلو بریم و من برای هر صفحه بهتون توضیح میدم که چرا این کار کردم. صفحه اول که حالا چیز خاصی نداره، من صرفا فقط یک کادر کشیدم و سالی که قرار شروع بشه رو توش نوشتم و حالا معمولا یه چند تا جمله‌ای که به نظر خودم یکم انگیزه است واسم، معمولا این اول صفحه می نویسم. صفحه بعدی هدفام برای اون ساله. حالا من اینجا به عنوان گولز نوشتمشون اینا رو. حالا چه کاری میخوام انجام بدم، مثلا امسال میخوام چه سالی برام باشه. به طور مثال مثلا میخوام دانشگاه همو تموم کنم، حتما امسال میخوام سالم غذا بخورم، میخوام این مسافرت رو برم. حالا چرا اینجا من ننوشتم که به طور مثال مسافرت کجاها میخوام برم، چون اینم باز من خودم برای خودم یه بخش جدا دارم که میام توی اون وارد دیتیل میشم. اینجا چیز کلی نوشتم. صفحه بعدی راجع به همین بیزینس هستش. من اینجا اول اسم بیزینس ها و کارهایی که دارم رو می نویسم، برنامه های کلی رو براشون می نویسم که مثلا میخوام به طور مثال گفتم که مثلا عسل از خورده فروشی عمده فروشی هم بهش اضافه کنم. حالا پامیسی نشون بدم میسید تو این مایه ها میشه. حالا من اینو الان نوشتمش، حالا که نمیتونم چلو بیارم ولی آره چیز کلی نوشتم. صفحه بعدی راجع به ورزش اسپورت، حالا من اسمش رو گذاشتم. من تا این حد برای خودم برنامه ریزی میکنم که میخوام تو سال جدید چه ورزش هایی رو انجام بدم. حالا شاید خیلی فکر کنن که این خیلی زیاده رویه، شاید نشه. واقعا برای اینطور برنامه‌ریزی کردن باید یک شناختی از خودتون داشته باشید. اینطوری نباشه که از خودتون توقع زیادی داشته باشید که من تو سال جدید میخوام 10 تا رشته ورزش رو امتحان کنم. نه اینطوری نباشه. خیلی منطقی واقعا بشین راجعش برنامه‌ریزی کنید. مثلا من الان سال جدید کلا 3 تا برنامه، کلا
4 تا ورزش رو نوشتم که میخوام انجام بدم. حالا شما بگید 4 تا خیلی زیاده. واقعا با برنامه‌ریزی کردن شما میتونید اینا رو انجام بدید، فقط باید منطقی باشه، نه اینکه هر ماه یک ورزش جدید رو بخواین امتحان کنید. ببین چه ورزشایی رو دوست دارید. مثلا من امسال یوگا رو شروع کردم، واقعا دوست دارم یوگا رو ادامه بدم. 100% یوگا تو برنامه من هستش. چیز دیگه که به طور مثلا من میخوام شروع کنم اسکیت. حالا چرا اسکیت؟ چون من قبلا به صورت حرفه‌ای اسکیت کار میکردم و الان میخوام صرفا تمرین کنم دوباره. یا مثلا ورزشی که من مثلا هیچ وقت تا حالا کار نکردم انعطافه. نوشتم که انعطاف رو میخوام شروع کنم. کل من 4-5 تا ورزش رو نوشتم که امسال میخوام امتحان کنم و به نظر من منطقی هستش و با توجه به شرایطی که برای خودم دیدم میتونم اینا رو انجامش بدم. بعد از اینکه مشخص شد من چه ورزشی رو میخوام انجام بدم، اینجا یک کارت بندی میکنم و هر ماهی رو جدا مینویسم: فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر. بعد که این اتفاق افتاد، مثلا توی هر کدومش می‌نویسم که من توی این ماه میخوام چه ورزشی رو انجام بدم. به طور مثلا من نوشتم یوگا، چون من یوگا رو انجام میدادم و میخوام ادامه بدم امسال، و همینطوری با توجه به شرایطم ورزش‌ها رو بهش اضافه میکنم. مثلا 3 ماه اول من فقط میخوام یوگا انجام بدم، بعد که بدنم یکم آماده تر بشه مثلا میخوام یک ورزش دیگه رو شروع کنم. شاید بگید که این خیلی زیاده، مثلا کی اینقدر ورزش میکنه؟ میگم اینا همش با توجه به شرایط شماست. این بازم به شما بستگی داره. مثلا شما میتونید بگید که من 3 ماه اول میخوام یوگا کار کنم، 3 ماه دوم میخوام به این یوگا پیلاتسم اضافه کنم و همین دوتا رو تا آخر سال ادامه بدم. اینا همش به شما برمیگرده. حالا من یه کلی نشون بدم. اینطوری میشه که من الان نوشتم که چه چیزی رو میخوام انجام بدم. این راجع به ورزشم بود. یه موردی که راجع به ورزش بهتون میگم اینه که من واسه هر کدوم از اینا دلیل دارم که چرا میخوام این ورزش رو انجام بدم. مثلا یوگا واقعا به من کمک کرد که ذهنم آرومتر بشه، بدنم آماده تر بشه. فکر میکنم ورزش خیلی خوبیه برای اینکه شما خودتون آماده کنید برای انجام ورزش‌های دیگه. این نظر شخصی منه. من دقیقا این همین صفحه که واسه ورزش کشیدم، واسه چند تا مورد دیگه هم دارم. برای سلف کر یا همون رسیدگی به خود، که مثلا من میخوام فروردین ماه به طور مثال لیزر برم. حالا اگر ناخوناتون رو درست میکنین، ناخون میخوام انجام بدم. بعد اینطور برنامه‌ریزی میکنم که مثلا من ناخون که هر ماه دارم میرم، پس تو تمام این ماه میرم ناخون. خب این از لحاظ مالی هم به نظر من میتونه به آدم یک دیدی بده که تو مثلا این ماه ها رو چه کارهایی داری و چقدر از علامت پس انداز کنی، کار کنی تا بتونی برای هر ماه انجام بدی اون کاراتو. این از این. حالا من چند تا مورد دیگه برای سلف کر بهتون بگم. مثلا همین لیزر، ناخون، کوتاه کردن مو، پدیکور، فشیال. اینا میام با توجه به برنامه‌های دیگه هم میام اینا رو قرار میدم که تو هر ماه من میخوام چه کاری رو انجام بدم. خب این از سلف کر بود. مورد بعدی راجع به سلامتی، هلس. یعنی چی؟ یعنی میام میگم که من اردیبهشت ماه میخوام دکتر پوست برم، یا مثلا مهر ماه میخوام یه چکاپ کامل از بالا تا پایین برام انجام بدم. اینا رو هم می‌نویسم و هر ماه مشخص میکنم که من چه دکترایی رو میخوام برم. یه موردی که اینجا هستش، میدونم خیلی از اتفاقات غیر قابل پیش بینیه و ما نمیدونیم که مثلا این ماه شاید اتفاقی بیفته که نتونیم واقعا اون چیزی که نوشتیم رو انجام بدیم، اون دکتری که نوشتیم رو بریم، اون چکاپ رو انجام بدیم. اینا همش یک دید کلی بهت میده که تو برنامه چیه. اگر تونستی طبق برنامه پیش بری که چه عالی، ولی اگر نشد هیچ اشکالی نداره. همیشه یک سری استثناها به وجود میاد، ولی که تو بدونی که تو سال آینده چه پلنی به طور مثال برای سلامتی داریم. یه دلگرمی برای من به شخص همینه، یک دلگرمی بهت میده که مثلا میدونی که اوکی من مثلا این ماه قراره برم چکاپمو انجام بدم و اینطوری نباشه که هر ماه بنویسی چکاپ. من خودم به طور مثال فروردین ماه نوشتم برای چکاپ و مهر ماه برای چکاپ نوشتم. ببینید که مثلا چه چیزی لازم دارین که برین انجام بدین. یا حتی مثلا اگه میخواین واکسن بزنین، مثلا بنویسید که من میخوام واکسن بزنم تو این ماه. مخصوصا برای کسایی که میخوان واکسن گاردسیل بزنن، این از من خیلی جواب میده. حالا جواب که خوبه، تو میدونی که مثلا کی باید بری دوز دوم، دوز سوم بزنی.
این از این. مورد بعدی راجع به کلاس یا حالا من اینجا نوشتم learn، چه چیزایی رو میخوام تو سال جدید یاد بگیرم. شما باید ببینید که چی دوست دارید تو سال جدید یاد بگیرید. حالا من چند تا مثلا بهتون بگم که چیا نوشتم که شاید برای شما یک انگیزه، یک ایده‌ای باشه. به طور مثال من زبان برنامه‌نویسی فلاتر رو میخوام یاد بگیرم امسال. من رشته مهندسی نرم افزاره و میخوام که این زبان برنامه‌نویسی رو یاد بگیرم. مثلا زبان انگلیسیمو از اینترمدییت میخوام به ادوانس برسونم. اینا رو مثلا مینویسم. بعد مثلا میگم که اوکی من برای زبان برنامه‌نویسی فلاتر چون که پروژه دارم باید یاد بگیرم. پس این توی 3 ماه اول تمومه و من نیازی ندارم که تابستون همین رو بخوام یاد بگیرم. میام هر ماه می‌نویسم چه چیزی رو می‌خوام یاد بگیرم. مثلا من آرایش بلد نیستم. مثلا تو این ماه من می‌خوام آرایش کردن رو یاد بگیرم. ویدیو تو یوتیوب ببینم، کلاس خودآرایی برم یا هر چیزی. یا مثلا من یه چیزی که من برای بهتون بگم، من از مهر ماه میخوام بافتنی رو یاد بگیرم. دوست دارم بافتنی رو. نوشتم که اوکی من برنامه برای مهر ماه بافتنیه. یا مثلا شما دوست دارین یه رقص رو یاد بگیرین، دوست دارین یک هنری رو مثلا مثل آشپزی، مثل میکاپ، مثل شینیمون یاد بگیرید. وقتی براش برنامه‌ریزی میکنید که میخواید توی این ماه یاد بگیرید، شما از قبل ذهنتون آماده است که میخواین پول جمع کنین، میخواین دنبال دوره بگردین یا میخواین برنامه‌تون رو خالی کنین، میدونی که این ماه قرار اینا باشه و بهتون این دیدو میده که بخواین این مقدماتش رو از قبل انجام بدین. مورد بعدی راجع به منتال هلت یا همون سلامت ذهن و روح و روان و اینجور چیزاست. من باز هم برای هر ماه هم نوشتم که میخوام این ماه چی کار کنم. من حتی نوشتم که توی هر ماه میخوام چه کتابی رو بخونم. حالا این شاید زیاده روی باشه ولی این مدلی که به من کمک میکنه و من دوست دارم واقعا و من از اون سردرگمی که الان میخوام چیکار کنم واقعا در میاره. یه چیزی که حالا من برای خودم نوشتم مثلا بگم، من جدیدا خیلی به چاکرا علاقه‌مند شدم که راجبش بدونم. اینجا نوشتم که به طور مثال من از تیر ماه میخوام راجب چاکراها تحقیق کنم. ماه اولم چاکرای اول، چاکرای ریش است. اینا رو واسه خودم نوشتم. یا شما مثلا میتونید من اینستاگرام میخوام مدیتیشن رو شروع کنم، من از این ماه میخوام نمیدونم هر چیزی که راجع به منتال هلت و سلامتی و اینجور چیزا باشه. حالا شاید ببینید که اینا خیلی جزئیه، خیلی زیاده، ما اصلا نمیدونیم یه قرار چه اتفاقی بیفته. اینا همش درسته ولی به نظر من اینکه شما بدونی که قراره توی هر ماه چه کاری انجام بدی شما رو از این سردرگمی نجات میده. واقعا توی دنیایی که ما هر روز داریم کلی اطلاعات به دست میاریم، کلی انتخاب‌های مختلف در مقابل ما هستش، با برنامه‌ریزی میتونیم ذهنمون رو مرتب نگه داریم. وقتی برنامه‌ریزی داشته باشی تو رو نجات میده در مقابل این همه انتخابی که وجود داره. دیگه تو میدونی که امسال میخوای چی یاد بگیری. اوکی به طور مثال آشپزی خیلی خوبه، من میخوام فینگر فود یاد بگیرم، ولی آیا من وقتشو دارم واقعا؟ میتونم اونو بذارم مثلا برای پلن‌های سالهای آینده. اینا میگم که من یک دفترچه دارم که توش تمام کاری که میخوام انجام بدم اینا رو نوشتم و حالا هیچ اضافه میکنم بهش و هر چیزی که میخوام برنامه‌ریزی کنم به اون نگاه میکنم ببینم که چه چیزایی اون تو هست. آره داشتم میگفتم که واقعا برنامه‌ریزی به این چیزا کمک میکنه که ما مجبور نباشیم به هر انتخابی اوکی بدیم، هر راهی رو بخوایم امتحان کنیم. ما دیگه برام مشخص میشه که آقا من توی این ماه اینا رو دارم و اگه یه پلنی به ما پیشنهاد بشه، یه چیزی به ما پیشنهاد بشه که در راستای این برنامه من نباشه، من خیلی راحت میتونم بهش بگم نه این کار نمیخوام انجام بدم، من خودم برنامه خودم رو دارم و اینها. شاید آدم وسوسه بشه، من خودم خیلی وسوسه میشم، هر روز که تو اینستا میرم یه تصمیم جدید میگیرم، ولی وقتی که برمیگردم به این دفترم و برنامه‌هامو نگاه میکنم واقعا این به من یک قوت قلب میده که پای برنامه خودم بمونم و اینو پیش برم. ذهن من از تمام اون انتخابا نجات میده واقعا و من میتونم که تمرکز کنم رو برنامه خودم. چون وقتی که انتخابای ما زیاد بشه و ما به همشون یک تایید نشون بدیم که بخوایم انجامشون بدیم، به نظر من هیچ کدومشون به نتیجه نمیرسیم. مگه ما چقدر وقت داریم که بخوایم تمام کارها رو انجام بدیم؟ کارهایی رو انجام میدیم که علاقه داریم، دوست داریم، براش برنامه‌ریزی میکنیم، امسال نشد سال دیگه حتما. و وقتی که اینطوری برنامه‌ریزی کنی تو میتونی به تمام کاری که دوست داری برسی.
این از این موضوع. این بخشم که بهتون گفتم صفحه بعدی راجع به اینترتینمنت هستش. من اینجا میام چیامو مینویسم. بهتون گفتم که مثلا من نوشتم که به طور مثلا میخوام ایرانگردی کنم. حالا اینجا میام با جزئیات مینویسم که دوست دارم کجاها برم. نه اینکه 100% باید برم. و این خیلی باید منطقی بهش فکر کنید، چون واقعا همه دوست دارن تفریح کنن، سرگرمی داشته باشن. من با توجه به شرایط خودم مثلا نوشتم بهار دوست دارم اینجا رو برم، تابستون دوست دارم یک مسافرت دخترانه برم. زیاد هم وقتا من نوشتم که وقتی که انجام نشد بعدن حالم بد بشه. خیلی باید منطقی باشه واقعا با توجه به شرایط خودم. خیلی میتونن هر فصل نمیدونم مثلا 5-6 تا مسافرت برم. من فعلا شرایطم اینه و میتونم که مثلا در یک فصل یک بار مسافرت برم به طور مثال و می‌نویسم. حالا چون که من سر کار میرم مثلا برای خودم نوشتم که از چه تاریخی تا چه تاریخی، مثلا تو چه ماهی اگر باشه خوبه مثلا. و مشخص کردم که میخوام کجاها برم، چه کارهایی رو انجام بدم. حالا شما می‌دونید که خیلی مناسبتی فکر کنیم. مثلا من برای تولدم دوست دارم مثلا اینجا باشم. یک برنامه دیگه که من برای خودم امسال نوشتم اینه که هر مناسبتی رو من جشن بگیرم، نه جشن بزرگ، یک جشن کوچیک، یک دوره همی کوچیک با خانواده، با دوستان. دوست دارم از تک تک لحظاتم استفاده کنم، با خانوادم خاطره بسازم، با دوستام خاطره بسازم اگر این کارا نکردیم. اینا همش مثاله. حالا شما باید ببینید که مثلا دوست دارین که توی این اینترتینمنتتون چه چیزایی باشه. اینا همش به شرایط شما برمیگرده. قسمت بعدی قسمت هابیت هستش یا عادت ها. حالا این هم خیلی کلیه، نمیشه همه رو با جزئیات اینجا نوشت. یک موردی که هستش، ما مثلا نمیتونیم که توی یک ماه 8 عادتمون رو تغییر بدیم. واقعا باید منطقی فکر کردش. من اگر بتونم این ماه یه دونه از عادتایی که میخوام رو درست کنم و تغییر بدم، واقعا واسه من دستاورد خیلی بزرگیه. من برای خودم 12 تا عادت، 12 تا رفتار نوشتم که دوست دارم توی خودم رو به وجودشون بیارم یا تغییرشون بدم. اینا همه رو تو این قسمت هابیتس نوشتم. اینا بازم به خودتون برمیگرده. قسمت بعدی قسمت پریود ترکر هستش. به نظر من خیلی مهمه که ما خانم‌ها بدونیم که هر ماه چه تایمی ما پریود شدیم. من خودم قبلا تو نوت گوشی می‌نوشتم، الان این کارو می‌کنم، ولی دوست داشتم که توی این پلنرم یه همچین قسمتی باشه به عنوان پریود ترکر که هر ماه که پریود میشم اونجا علامت بزنم واسه خودم. باشه میدونم این ممکنه که خیلی زیاد از حد باشه، ولی این کار به من آرامش میده. مثلا خیلی واقعا حوصله ندارن که مثل من این نقطه ها رو پر کنن که براشون مثل ترکر بشه، ولی این کار به من واقعا آرامش میده و من واقعا این کار دوست دارم. حالا مثلا من بهتون نشون بدم این میشه که من اینا رو قرمز کردم که مثلا این روزها رو من پریود بودم. شما میتونید از نرم افزارم استفاده کنید مثل خود من که دارم استفاده میکنم، ولی کلا برای من جالبه که مثلا تو پلنرم اینو داشته باشم. این خیلی سلیقه‌ایه، میتونید این کار نکنید. این اصلا چیزی نیست که بگم که خیلی خوبه حتما اینجوری باشه و اینا یه پیشنهادیه که شما میتونید این کار انجام بدید یا انجام ندید. این کار برای من لذت بخشه. صفحه بعدی مود ترکر هستش واسه من که من اینجا برای هر 4 فصل یک ستون میکشم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم چند تا رنگ انتخاب میکنم با توجه به مودهایی که فکر میکنم ممکنه داشته باشه. حالا نمیخواد خیلی وارد جزئیات اون مودها بشیم، چند تا چیز کلی. مثلا چیزایی که من انتخاب کردم: معمولی، خوب، عالی، لاولی و بد. شما مثلا میتونید عالی رو حذفش کنید، نمیدونم هر جور که شما خودتون دوست دارید، ولی زیادش نکنید که برای خودتون خیلی سخت نباشه. بعد حالا من الان چون خیلی وقت دیگه گذشته از اول سال، مثلا ببینید رنگش کردم اون خونه ها رو که این روزا برای من چجوری بوده. به طور کلی با توجه به تایم بندی من برای هر تایمی برنامه‌ریزی میکنم. یعنی من سالیانه برای هر فصل، ماهانه، هفتگی و روزانه برنامه‌ریزی میکنم که حالا شما میتونید با توجه به سلیقتون حذف کنید. این صرفاً کاریه که من انجام میدم و اصلا مبنی بر این نیست که این درسته.
این از این قسمت. حالا من این ویدیو راجع به این که چجوری برای فصل و ماهم و اینا برنامه‌ریزی میکنه هم گرفتم که اونم براتون میذارم. ولی اینطوری بودش که من پلنرم رو برنامه‌ریزی میکنم و واقعا به من این کار آرامش میده. امیدوارم که این ویدیو برای شما یک انگیزه باشه برای برنامه‌ریزی کردن و بتونید یک سری از ایده ها رو بگیرید. 100% همه قرار نیست مثل هم برنامه‌ریزی کنن. من حالا خیلی وارد جزئیات میشم چون این کار واقعا دوست دارم. الان پلنرهای دیگه هم همراهم نیست که نشون بدم. من کلا خیلی دفتر زیاد دارم چون واسه هر چیزی برنامه‌ریزی میکنم، واسه مسائل مالی، واسه مسائل مثلا همین کارم، برای چیزایی که میخوام یاد بگیرم، نکته‌ای که میخوام بنویسم. حالا شاید اونا رو توی ویدیو دیگه بهتون نشون دادم، براتون توضیح دادم که احتمالاً این کار رو انجام بدم. دیگه همین. امیدوارم که لذت برده باشین و یک انگیزه شده باشه واسهتون که برنامه‌ریزی کنید. برنامه‌ریزی واقعا به زندگی جهت میده و ما رو از این دنیایی که پر از انتخاب و راه‌های مختلف هست نجات میده. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و فعلا